شالتون چطوره؟ بچه ها ویدیو قبلی گذاشتم گفتم حالا چون تازه چند زدم دیر نذارم اتچمنت دیل. چقدر اتچمنت دیل اگه یه تیر بزنه یا وان شات نشد، وان شات شدنش کم. اگه تیر زدین یا وان شات نشد سفرش به اندازه مثلا بهتون بگم 2 ثانیه سفید میشه و شما تو اون 2 ثانیه میتونین یارو رو جر بدید، تو بزنید فینیشش کنید، هر کاری میخواین باش بکنید. با یه تیر اگه وان شات نشه سفید میشه. حالا یه اتچمنت چیه؟ این از اتچمنت دیگه. و بچه ها برای اینکه صفحه سفید بشه حتما یادتون باشه اینو باید بذارین توی تیرا. بچه ها نگاه کنین اینطوری، نیاز به یه چیز خاصی هم نداره، فقط برای اینکه تو اون مستر یا پوینتر اگه بذارین توی اینجا براتون آنلاک میشه همشون. مرسی که این رو تا آخر دیدین. فعلا درود.